با سلام خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من ناصر نایب هستم و بسیار خوشحالم که شما به سایت nasirnaib.com مراجعه کردید. گرچه که ممکنه ویدیو رو شما در فضای مجازی، حالا اینستاگرام، یوتیوب یا هر جای دیگه دارید تماشا میکنید، فرقی نمیکنه. این ویدیو برای معرفی دوره گام مینور پنتاتونیک هست که ما آماده کردیم و در سایت قرار گرفته. یه سری سوالات برای دوستان به وجود اومد، با پشتیبانی تماس گرفتم. من سعی کردم این ویدیو رو آماده بکنم، همین توضیح مختصری در مورد این دوره گام مینور پنتاتونیک باشه و همین که سوالهایی که دوستان در پشتیبانی داشتن اینجا جوابش داده بشه. دوستان سوالاشون این بوده که گام مینور پنتاتونیک آیا برای گام نوازی به درد میخوره، یا سوالشون این بوده که برای بدون نوازی ما میتونیم استفاده کنیم. بله، 100% جوابشونم همین هست که دارم میگم. از اونجایی که مشخص گام مینور پنتاتونیک یعنی برای گام نوازی کاملا به درد میخوره. شما اگه میخواین تمرین روزانه داشته باشید برای فردگیری، بایستی اسکیل ها رو بلد باشید. گام مینور پنتاتونیک ما تمام پوزیشن ها رو به شما آموزش دادیم. یعنی من اومدم از پوزیشن 1 باکس 1 2 3 4 و 5 رو کامل آموزش دادم، خیلی آروم، و اومدم دونه دونه رو به هم دیگه وصلشون کردم، رفتش رو آروم زدم براتون، برگشتش هم همینطور که چجوری با هم دیگه با سویچ بشه، وصل بشه و چجوری باید برگردیم. پس 100% برای گام نوازی کاملا مهم است گام مینور پنتاتونیک و گام های دیگه. سوال دیگه دوستان این بوده که برای بداهه نوازی، خب 100% شما برای اینکه بخواید بداهه نوازی بکنید، بدون هماهنگی بخواید یه چیزی رو خلق بکنید یا انجام بدید، نیاز به یک چارچوبی دارید. فرق نمیکنه تو آهنگسازی هم بخواد باشه، تو هر فضایی بخواد یه آهنگی ساخته بشه، بایستی گام اون فضا، اسکیل اون فضا رو کاملا ما بدونیم. یعنی اینکه تو چه فضایی داریم ما این آهنگ میسازیم. اگر اون بداهه نوازی شما تو این فضا باشه، فضای مینور پنتاتونیک باشه، شما 100% به گام مینور پنتاتونیک احتیاج خواهید پیدا کرد و اونم در پوزیشن‌های مختلفش، به خاطر اینکه آبرنگ خاصی به بداهه نوازی تو میده. پس 100% تو گام نوازی هم به گام احتیاج پیدا میکنید. پس به درد اون دوستانم میخوره. اینم جواب اون دوستانی بود که این سوالا براشون به وجود میاد. و یه کوچولو بخوام در مورد خود پکیج بگم. دوستان این سوالا براشون به وجود اومدی که مثلا من تو بداهه نوازی میتونم ازش استفاده بکنم یا این گام نوازی. ببینید دوستان، جواب اولیه رو به شما دادم، یعنی اینکه شما توی بداهه نوازی میتونید استفاده بکنید کاملا. اما بداهه نوازی فقط خلاصه تو این نمیشه که شما فقط اسکیل رو بلد باشید. من اینجا اومدم در مورد این دوره صحبت بکنم، اما سوالی بوده که خیلی مهم بوده. گفتم در این ویدیو ممکنه برای دوستان تو قسمت گام نوازی و بداهه نوازی میان این دوره رو تهیه میکنن، ممکنه براشون به وجود بیاد و بهترین زمانه که من یه کوچولو در موردش صحبت بکنم و یه مقدار دیدشون رو وسیع‌تر بکنم. برای گام نوازی تمرین کاملا این دوره اوکیه و برای آهنگسازی هم همینطور، برای بداهه نوازی هم کاملا اوکیه. اما یک سوالی اینجا به وجود میاد، شما برای بداهه نوازی اما فقط کافیه که اسکیل رو بدونید، یعنی گام رو بدونید؟ نه. جدا از این که گام رو میدونید، یه بخششه تو قسمت بداهه نوازی یا آهنگسازی ما به یه سری تکنیک‌های دیگه هم نیاز داریم. مثلا تو قسمت پاور کورد من تمام پوزیشن‌های پاور کورد آموزش شدم. شما تو بداهه نوازی ممکنه یه جای ریف بزنید، نیاز باشه که ریف انجام بدید و نیاز به پاور کورد دارید. پس اینجا دوباره ما به قسمت پاور کورد نیاز داریم برای بداهه نوازی. بعد میخوایم یه جای لید بزنیم، بله به گام هم نیاز داریم. یه جایی توی قسمت لید ما میخوایم کارهای خفنی انجام بدیم. توی 22 قدم ما اونجا تکنیک‌های فوق‌العاده آموزش شدیم که نیازمند این است شما قسمت گام نوازی رو بلدید، خب پاور کورد هم کاملا بلدید، قسمت‌های ریف هم میتونید انجام بدید، اما یه قسمت‌های دیگه از تکنیک‌هایی هست که اونا باید ترکیب بشه با گام نوازی، یعنی با گام، تا بشه یک بداهه نوازی چشمگیری داشت. یا تو آهنگسازی اگه بخواید استفاده بکنید، بایستی تکنیک‌های مختلف گیتار الکتریک رو بلد باشید، گام نوازی هم کاملا شناخت کامل بهش داشته باشید، پاور کورد هم کاملا بشناسید کوردا رو. اینا همه با هم ترکیب میشه و شما میتونید یه آهنگسازی فوق‌العاده بکنید یا یه بداهه نوازی فوق‌العاده داشته باشید. پس در نتیجه ما برای بداهه نوازی نیازمند این هستیم که تمام اینها رو بلد باشیم. خیلی سپاسگزارم که شما تا آخرین ویدیو رو تماشا کردید. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون باشه.